16 سپتامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 15:30 دقیقه راننده автомашین تمغه تیکو بوتایف مرادالله جورایویچ سال تولدش 1964 ساکن جماعت دهات رحمانوف شهر ترسونزاده هنگام حرکت در روی ماشینگرد جماعت دهات شکورov شهر مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به درخت چنار کنار را برخورده است. در نتیجه مسافران داخل автомашین خلیل و فاطمه محمد علیونا سال تولدش 1994 بوتای و اعتبار بازارونا سال تولدش 1969 و خردسال سورابزاده مریم سوراب سال تولدش 2020 ساکن جماعت دهات رحمانوف امین شهر جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند و خود راننده بوتایف جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. متاسفانه 15 سپتامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 23:00 دقیقه راننده автомашین بارکش تمغه خینو قرایف زفرجان بولتایویچ سال تولدش 1979 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در شورای باختر دوشنبه در حدود جماعت دهات لاهور نویه رودکی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده автомашین را چپه نموده است. در نتیجه خود راننده قرایف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نویه سینو با عریضه مرد 63 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شب 7 به 8 سپتامبر سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش درآمده از آنجا یک عدد نوتبوک تمغه دلتا و یک عدد اسباب موی خشککنک را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 7450 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 21 ساله ساکن امین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین نامبرده ماه اوگوست سال 2021 با راه پنهانی به خانه استقامتی زن 35 ساله ساکن نویه مذکور درآمده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 7000 سومونی را تشکیل می‌دهد. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه 5 با عریضه مرد 48 ساله ساکن جماعت شهر 5 نویه مذکور مراجعت نموده است که سانه 2 سپتامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 11:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی از نزد اداره علاقه نویه یک عدد موتورسیکل تمغه مولان را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 12000 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 19 ساله ساکن جماعت دهات 5 نویه جیهون که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است همچنان گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همین طریق نامبرده روز 29 ایول سال 2021 تخمیناً ساعت 13:00 دقیقه با راه پنهانی از توقفگاه تاکسی‌های جماعت دهات سیف الدین امین نوحیه یک عدد موتورسیکل تمغه دلتا 200 کوبا که به مرد 53 ساله ساکن امین جماعت تعلق دارد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 11000 سومونی را تشکیل می‌دهد.